وقتی تأخیراتی که در قراردادهای مشارکت در ساخت به وجود میاد باید یک ددلاین و یک حد اکثری در نظر گرفته بشه. گاهی اوقات دیده میشه که خسارت‌های روزانه برای این موضوعات پیش بینی میشه، اما هیچ موقع در نظر نمیگیرن که اگر این تأخیرات از یک مهلتی بیشتر شد و ما پی بردیم که عملا این تعهد نمیخواد انجام بشه، تکلیف چیه؟ همونجوری که توی این قرارداد میبینید ذکر شده که مالکین باید ظرف 3 روز پس از امضای قرارداد در دفترخونه حاضر بشن و وکالت کاری رو به طرف دوم بدن. اما در صورت عدم انجام این تعهد روزانه یک مبلغی به صورت خسارت در نظر گرفته شده. سوالی که به وجود میاد اینه که اگر اعطای وکالت کاری مثلا 6 ماه 1 سال بخواد به تأخیر بیفته، تکلیف چیه؟ که در این صورت حتما باید ضمانت مناسب مثل حق فسخ و گرفتن یک خسارت کلی در نظر گرفته شده باشه.